معمولا وقتی اسم فرانسه میاد همه یاد پاریس و برج ایفل میافتن، ولی فرانسه فقط پاریس نیست، یه جاهای خیلی قشنگی داره که هنوز کشف نشدن، جاهایی که انگار از دل یه قصه بیرون اومدن. امروز قراره با هم به 2 تا از قشنگترین لوکیشن‌های توی فرانسه سفر کنیم. سفرمون رو از یه روستای آروم و پر از حس زندگی به اسم اگوزهایم شروع می‌کنیم، بعدش میریم به شهر زیبای کلمار که معروف به ونیز کوچیک فرانسه. یه چیزی که این 2 تا لوکیشن رو خیلی جذابش میکنه اینه که هم تابستوناش پر از رنگ و گل و زیبایی‌ان، هم زمستوناش پر از چراغ و حال هوای کریسمسیه. یعنی هر وقت بیا یه دنیای متفاوت میبینی. مطمئنم آخر ویدیو دلت میخواد همین فردا بیای اینجا. انگار داری وسط یک سری کارت پستال را میری. مثل دنیا واقعی نمیده. من هر لحظه ممکنه سفید برفی و این بیلات و دیو دلبر اینا در بیام بیرون با هم لباس گوگلیا. بالاخره به دهکده زیبای فرانسه رسیدیم. اسمش خیلی سخته، خودش یه مدرک به آینس آلمانی فرانسوی میخواد. اسمش اینجا می‌نویسه. آگویسهایم یا همچین چیزی باشه. یه چیزی همینجوری. این دهکده اگه از بالا عکسشو نشونتون بدم یه حالت گردطوری داره. بعد همه چیز قدیمیه، خونه‌هاش رنگ و رنگن. حتی ماشین اجازه نداره بیاد تو این کوچه پس کوچه، چون هم تنگن هم باریکن و شهر اینه که باید توش راه بری، چون انقدر کوچیکه از این ورش تا اون ورش بکنم 5 دقیقه هم طول نکشه. همون لحظه که پا گذاشتم توی این روستا حس کردم زمان وایساده. کوچه هاش باریک و سنگ فرشیه، خونه هاش با چوب ساخته شدن و تقریبا همشون پر از گلن. یه حس خاصی داره اینجا، آروم و پر از رنگ. جالبه بدونی کل روستا به شکل دایره‌ای ساخته شده، یعنی هر چی راه بری آخرش دوباره میرسی همونجا که شروع کردی. بوی قهوه تازه و صدای پرنده ها، مغازه‌های کوچیک، واقعا انگار داری وسط یه قصه قدیمی قدم میزنی. راستش اینجا از اون جاهایی بود که دلت نمیخواست ازش بری. یه نکته‌ای که بچه‌ها در مورد این روستا باید بدونین که سالیان متمادی از سال 2003 تا سال 2013 زیباترین روستای فرانسه انتخاب شده و الان هم که توی لیست تاپ 5 که توی فرانسه میگن باید ببینی، این یکی از اونها. اسمش آلمانیه، غذاهاشون آلمانیه، نوناشون آلمانیه، ولی تو کشور فرانسه نوناشون شبیه برزدل. مثلا رستوران میگن فلام کوخن دارن، غذای مثلا اشنیتزل دارن، ولی همش یه اسم فرانسوی گذاشتن. خیلی عجیبه. اینجا باید جزو آلمان باشه و جزو فرانسه است. روستای ایگوزهایم و شهر کوچیک کلمار داخل منطقه به اسم آلزاس قرار دارند. این منطقه چند بار بین فرانسه و آلمان دست به دست شده، مخصوصا بین قرن‌های 18 تا 20. به خاطر همین اسم خیلی از شهرها روستاهاش آلمانی هن، ولی مردم الان فرانسوی صحبت میکنن. البته لهجه آلزاسی دارن که ترکیبی از آلمانی و فرانسویه. خونه هاشون انگار واقعی نیست، انگار شهرک سینماییه. مثلا الان این ساختمون رستورانه ولی بهش میخوره مثلا یه کوبویی با یه کلت در بیاد، انگار الکیه، ولی اینکه واقعا خونه هاش چیزی واقعی اینا واقعا زندگی میکنن. انگار مثلا ولی قضیه کاملا واقعیه، توی خونه یه ذره زندگی میکنن. من که نفهمیدم یاشار چی گفت، ولی اگه شما فهمیدین چی گفت به منم بگین. اصلا یه جوریه تو این کوچه پس کوچه‌های این روستایی که قدم میزنی انگار از زمان و مکان جدا میشی، انگار مستقیم وارد کارتونای والت دیزنی زیبای خفته و دیو دلبر اینا میشی تو روستا زهدم. آره دقیقاً انگار یه تیکه از دنیایی که تو گذشته گیر کرده، اصلا شبیه شهر دیگه که میری نیست. اینجا هم صنایع دستیشونو گذاشته که با این سنگای خوشگل اکسسوری درست کردن. این ساختمونه که پشت سرمه انگار قدیما جایی بوده که مثلا شراب درست میکردن و اینا. بشکه هایی که تو شراب درست میکردن هنوز اون بالا گذاشته. اطرافش پر تاکستانای انگور. اینجا هم شاید به خاطر همینه که میرفتن تو فضا و شهرشون اینجوری گوگلی مگولی درست میکردن. چه خونه‌اش قشنگ شبیه دیزنی پارک و اینا میمونه. دوربینا اونجوری که باید با چشم میبینه نمیتونن زیبایی شهر رو بگیرن. زبانم از زیبایی این دهکده خیلی قاصر. دهکده خیلی شادی، انقدر رنگ و لعاب و گل و گیاه میبینیم بر اونور، روحیت شاد میشه. یه چیز دیگه که اینجا رو قشنگ میکنه اینه که هر خونه ای، هر ساختمونش یه کاراکتر خاص خودشو داره. از یکیش خروس آویزونه، از یکیش کلی عروسک و خرس و اینا آویزونه. خیلی باحاله.
الان یه ساعتی از خونه توی شهر میشه. من هنوزم باورم نمیشه که آدم توی این خونه زندگی میکنه. شبیه اسباب بازی، شبیه دکوره. این خونه رو بگی ارزش 5 متر هم نیست. از اینجاست تا اونجا. از این اتاق اسمشون هم اینجا نوشته. باورم نمیشه آدم زندگی میکنه. باورم نمیشه که پستچی هم میاد آدم زندگی میکنه. با چی نامه ها رو میرسونه؟ فقط با اسب میشناسون. اگه تا اینجا ویدیو دیدین مطمئن شید که ویدیو رو لایک میکنی، کانال ما رو سابسکرایب میکنی و زنگوله رو میفشاری. خونه‌هاشو نگاه کنین، هر کدوم یه رنگن. در و پنجره‌هاشو نگاه کنین، انگار از توی کارتونا اومده. شبیه توی روستای تو دیزنی لنده ولی واقعا آدم اینجا زندگی میکنه. چرا من ببینم تو چیه؟ دیدی گفتم واقعا آدم توش زندگی میکنه. آره. اینجا یه سری نمایشگاه نقاشی و اینطور چیزا. چقدر اتاقش کوچولوئه. آره ببین سقفش ببین چقدر کوتاهه. آره چه باحاله. اینم اگه بخوام توی این خونه چه شکلی نمونه اینجوری اتاق 4 متری 6 متر هم نیست. با سقف کوتاه. یا شاید صاف سرش میخوره یکم به سقف. این نقاشیاشو بگی. اینجا هم بزرگترین میدون شهر اگویسهایمه که به افتخار یه پاپ لئون نهم. اینم پاپشونه دیگه. بچه‌ها پاپ بچه‌ها. قدیما پاپا خیلی مقام روحانی بالایی داشتن. اینکه یه شهر کوچیکی دهی مثل اینجا که انتخاب چه خیلی براش افتخار بزرگی بوده دیگه. بخاطر همین مجسمه‌اشو ساختن. اینجا هم کلیسای شهر اگویسهایم. انقدر قشنگه دوست دارم دعا کنه. ما هم به یاد عیسی مسیح دعا میکنیم. بریم ببینیم داخل این کلیسا که بیرونش چقدر قشنگه چه شکلیه. چرا ترکی میرقصی حالا؟ یکی گرفتم دیگه. آها یکی رو گرفتی حق نداری فقط منو میگیری. تو رو دیگه. وای اینجا خیلی خوشگله. این گاریه که روش پر گلدونای گله خیلی باحاله. بعد نمیدونم چرا اینجا هیچکی نیست. سوتوکوره. اینم کوچه آشتی کنونه. این کوچه انقدر تنگه 2 نفر که با هم میرن مجبور میشن بچسبن من آشتی کنم. نمیتونن از راهشون جدا کنن. تو حالا یه نفرم رد نمیتونی چی؟ اونایی که کلاستروفوبیک دارن این بچه‌ها فکر کنم اصلا ناآرومی داشته باشه. وای آره راست میگه. خیلی تنگه. فاصله‌اش فکر کنم 40 سانتی متر هم نیست. یه لحظه داشتم عکس و فیلم میگرفتم دیدم آقای یاشارخان نیست. صندلی پیدا کردم. یکم اومدم یکم که ترسیدم کلی اطرافو گشتم اومدم جلوتر دیدم بله آقا زیر سایه برای خودش نشسته داره پسته میخوره عشق میکنه. پسته بخور. اگه تا اینجا این ویدیو دیدین ممنون میشم ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید. ما بریم پسته بزنیم. این آقای اونجا نشسته قایمکی آب میپاشه به ملت که ببینه ریاکشنشون چیه. آب پاشید اساش آب پاشه. خیلی باحال. زبونم در میاره تازه براشون.
اگه فکر کردید سفرمون اینجا تموم میشه، باید بگم که نه. چند کیلومتر که جلوتر از این روستا بیای میرسی به یه شهر کوچیک ولی زیبا توی فرانسه به اسم کلمار. به خاطر اینکه یه کانال آبی از وسطش رد میشه و خونه‌های دور و برش مثل نقاشی چیده شدن، معروفه به ونیز کوچیک فرانسه. هر گوشه شهر یه ترکیب رنگ خاصی داره، از زرد و آبی گرفته تا صورتی و سبز. یه انرژی خاصی توی هوای این شهر هست که نمیتونی با هیچ جای دیگه مقایسهش کنی. اگه اومدین اون دهکده گوگلی خوشگل رو تو اون فرانسه دیدین، 12 دقیقه میتونین با ماشین رانندگی کنین برسین به یه شهر زیبای دیگه به اسم کلمار. برای اینکه اینجا شهر بزرگتریه، لوکیشن بهتری میتونی پیدا کنی برای اینکه شب بمونین. رستوران‌ها و اینا تنوع بیشتری داره. حالا بریم با هم یکم از این شهر زیبا رو با هم بگردیم. بزن بریم. از این لحاظ شبیه ونیزه که خونه هاش کنار آبن، مستقیم تو آبن. آره، ولی یه طرف دیگه هم شبیه آمستردامه چون خونه هاش رنگ و رنگن. جالبه بدونید که دهکده توی کارتون دیو و دلبر و خیلی از کارتونهای دیگه دیزنی که ما همه از بچگی ازشون خاطره داریم از این دوتا شهر الهام گرفته شدن که وقتی واقعا میری اینا رو از نزدیک میبینی احساس میکنی داری توی این کارتونا قدم میزنی. فرانسه و شهر عشاق دیگه. نگاه کن چقدر از این قفلاست، چقدر عشاق اومدن اینجا که از این قفلا بزنن که شاید بختشون باز بشه. اگه با هم بزنن باید برین و قفلا رو باز کنن. چجوریه؟ خداییش بعد از این همه دوندگی و شهرگردی و روستاگردی و فیلمبرداری یه غذای خوشمزه‌مون نمیشه؟ بریم لب آب بریم جای پیدا کنیم غذا بخوریم. یه بازارچه باحال پیدا کردم که بغل رودخونه یه عالمه رستوران داره. بریم اونجا دلی از غذا در بیاریم. دلی از غذا در بیاریم. غذا. چرا؟ دلی از غذا در میاریم. غذا. وقتی غذا می‌خوای دلی از غذا در میاری. خب غذا یعنی ناراحتی. خب دلی غذا داره وقتی غذا نداره دیگه. نمیدونم. این درستشو برای من بنویسین، داره من گیج میکنه. این فود کورتایی که گفتم همینجاست، این بغله. بعد این بغل رودخونه یه جاهایی داره که میتونی بری غذا سفارش بدی اونجا بشین. الان قراره بریم اونجا غذا بخوریم. غذای فرانسوی بخوریم که در واقع آلمانیه ولی فرانسوی بهش یه چیز دیگه میگن. بریم اینجا بغل رودخونه بشینیم و این غذا خوشمزه رو بخوریم. انقدر تو صف بودیم که بهمون جا بده، جای نشستن بده، گرسنه نشد یا شرف یه ساندویچ خرید خورد. من این ساندویچ پنینی تور گرفتم، آلبا سالامی تند و روکولا. One eternity later. بالاخره نوبتمون شد بعد از یه ربع. خب بالاخره غذاهامونم اومد. غذاهای
آلمانی. والا تو آلمان ما اینو خوردیم میگن فلامکوخن، اینا همونو میدن تارت فلامبی. میگم این شهر تو فرانسه ولی همه چیشون آلمانی همینه، غذاشون هم اینجوریه. قیافه‌هاشون که خیلی جذابه با این ویو رودخونه و این داستانش هم اینجوری بوده که این نونوا وقتی می‌خواستن اینجا نون بپزن، من اینکه بفهمن خمیرشون داغ شده نه، یه تیکه خمیر مینداختن که نازک می‌کنن کف تنور تست کنن، بعد دیدن دیگه خوشمزه شده، همون رو شروع کردن فروختن، شده فلامکوخن. یه چیزی مثل پیتزا ولی خیلی نازک‌تر. خیلی خوشمزه است. همون طعم پیتزا رو میده، فقط نونش نازک‌تره، کالریش کمتره حتما، چون نونش نازکه کرانچی‌تر هم هست. فقط نون و کاربات خامه. خیلی خوبه. ما مثل پلنگا میز بغلیمون که رفت پریدیم رو این میزه. اصلا انگار رو آبیم، خیلی نزدیک آبی. ناتور که پنیر نداشت 9.5 یورو بود، این یکی که پنیر داشت 11.5 یورو بود. شهرش و لامصب انگار همون قرن 16 و 17 هم یه تافت زدن، همونجوری نگه داشتن تا الان که مثلا 400 سال بعد هیچ تغییر نکرده. انگار اومدیم مثلا به قول آیدین شرک سینمایی یا فیلمه، ولی واقعا ملت تو زندگی میکنن. امروز هوا 27-28 درجه است. اصلا آفتابش انقدر الان تیزه ها، مغزم احساس میکنم داره ذوب میشه دیگه. این بچه هم از گرما اومدن تو این آبه دارن آب‌بازی میکنن. داداش اینجا استخر نیست. به نظر من هر دوتا جایی که رفتیم دیدیم یه بخشی از روح فرانسه. من عاشق هر دوتاشون شدم. اگه تو هم از این فضا خوشت اومد حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره. تو کامنت هم برام بنویس که ببینم کدوماشون به دلتون بیشتر نشسته. تا ویدیوهای بعدی و ماجراجویی بعدی، خدافظ.